اینجا قراره یاد بگیریم که برای یاد گرفتن لازم نیست کلی وقت بذاریم. اینجا 1 دقیقه بهتره. قراره هر روز یه ویدیو 1 دقیقه‌ای و 1 ثانیه‌ای داشته باشیم برای یاد گرفتن یه چیز کوچیک اما کاربردی. نه دنبال بی‌نقص بودنم، نه تولید محتوای خفن. فقط میخوام با حداقل امکانات و با نظم البته هر روز یه چیزی بسازم. برای من این کانال یه تمرینه برای غلبه به کمالگرایی. همون صدایی که میگه صبر کن، بهترش کن. اگه تو هم مثل من گاهی گیر میکنی سر اینکه همه چی باید کامل باشه، اینجا شاید بتونه بهت کمک کنه. یادگیری میتونه آسان‌تر از اون چیزی باشه که فکر میکنیم. و برای اینکه از ویدیو اول دست خالی نری، این جمله رو همیشه یادت باشه. کاری که انجام میدی بهتر از کاریه که فقط تو ذهنت مونده. کامل نبودن بهتر از شروع نکردنه.